سلام به بازیگران دوست داشتنی. میخوام یه تکنیک فوق‌العاده بهتون بگم که بازیتون رو متفاوت بکنه. تکنیک شخصی کردن. ببینید توی این تکنیک به طور کلی هر وسیله‌ای رو که مورد استفاده قرار میدید یک سبک استفاده خاص براش در نظر بگیرید و به سبک خودتون از اون وسیله استفاده کنید. بحث متفاوت بودن و به یک شکل نبودن. موقع استفاده از وسایل یه چیزی از خودتون اضافه بکنید که این سبک استفاده مختص شخص خودتون باشه. اوکی، مثلا توی سیگار کشیدن، مثلا یه صحنه ای است که شما قراره حس غم رو با استفاده از سیگار کشیدن انتقال بدید. اینجا 90% افراد میان چیکار میکنن؟ میان یه سیگار رو در میارن، روشن میکنن و بعد میکشن، همینجوری عادی و هم مثل هم. ولی اینجا یه بازیگر متفاوت میاد چیکار میکنه؟ میاد یه جزئیاتی، یه حرکتی، چیزی به این اضافه میکنه و این وسیله رو به سبک خودش استفاده. مثلا به جای این که بیاد همینجوری عادی سیگار رو روشن بکنه و بکشه میاد و سیگار رو روشن میکنه و قبل این که بکشه یه حرکتی بهش اضافه میکنه. مثلا یه خورده این سیگاره رو با لبش و گونش بازی میده و بعد میکشه. به این میگن تکنیک شخصی کردن. یعنی اون فرد این سیگاره رو به سبک خودش ازش استفاده کرده. و یا مثلا موقعی که میخواید یه گل رز رو بذارید توی جیب کتتون، به جای این که گل رز رو همینجوری ساده بذارید توی جیب کتتون، اول میتونید بتکونیدش و بعد خاراشو با دستتون جدا بکنید و بعد بذارید توی جیب کتتون. به این میگن تکنیک شخصی کردن.